سلام دوستان، خوش آمدید به کانال خودتان. امروز قرار است 7 از ترفنده های فوق العاده ویندوز 10 را با هم یاد بگیریم که باعث می شود سریعتر و حرفه‌ای‌تر با کامپیوتر کار کنید. تا آخر ویدیو همراه ما باشید چون آخرین ترفنده یکی از بهترین ترفنده های ویندوز می باشد. خب بریم سراغ آموزش. ترفند اولی که است گرفتن اسکرین شات حرفه‌ای است. با کلیک روی ویندوز کلید ویندوز شیفت همراه اس میتوانیم به طور دلخواست هر کجای صفحه که خواسته باشیم اسکرین شات عکس بگیریم. مثلا ما یک قسمت میگیریم نمیبرم، من اینجا میبرم و میتوانیم اینجا در هر کجایی که خواسته باشید ذخیرش کنیم. ترفند دومی است نمایشش سریع دسکتاپ است. ما این پنجره ها رو باز میکنم. ما میتونیم با فشار دادن کلید ویندوز همراه دی تمام صفحات خود را مینیمایز کنیم تا خود صفحه ما دسکتاپ ما برمان میشه. با دوباره کلیک کردن روی ویندوز همراه دی صفحات قبل برای ما نمایش داده می شود. ترفند چهارمی که است باز کردن تاسک منیجر است که با هیچ حاجت دیگری نیست که بیایم از این قسمت راست کلیک به تاسک منیجر بریم. بسیار به طور آسان میتوانیم با فشار دادن کلید کنترل شیفت اسپیس تاسک منیجر را باز کنید. ترفند پنجمی که از تاریخچه کپی هاست که چرا کپی کردیم. مثلا مالی کلید ویندوز اگر بخوایم که نمایش داده شود بر ما کلید ویندوز همراه وی را فشار میدیم. شمی که از پنجره رن است که با فشار دادن کلید ویندوز همراه آر که بر ما نمایش میده. مثلا CMD پنجره CMD را باز میکنم. وین و طور مستقیم میتونیم ورد را باز کنیم و هر برنامه دیگر. ترفند هفتمی که است یکی از مهمترین ترفنده ها می باشد که زیادتر کاربران میخواهند که این را یاد داشته باشند. پیدا کردن ایموجی هاست، ایموجی های ویندوز. با کلیک کردن روی ویندوز و علامه بزرگ فشار میدیم و ما اینجا ایموجی ها را نشان میدهد. هر قسم ایموجی که خواسته باشید در اینجا برای شما نمایش میدهد. اگر این آموزش برایتان مفید بود لطفاً ویدیو را لایک کنید، کانال را سابسکرایب کنید و زنگوله را فعال کنید تا آموزش های بعدی را از دست ندهید. اگر ترفند دیگری از ویندوز را میشناسید در قسمت نظرات برای ما بنویسید.